شکرانه پروردگار که عالم آفریده است پر از مهر و محبت به اندازه‌ای که انسان‌ها به خاطر یکدیگر شده خود را فدا می‌کنند. این گونه فداکاری حتی در عالم حیوانات هم به چشم می‌رسد. مثلا آهو بره به خاطر فرزندش شده خود را بین او و درندگان سپر می‌سازد، یعنی خود را فدا می‌کند تا اینکه فرزندش فرصت یافته گریزد. خوب گفته می‌توانیم که این یک غریزه مادرانه است و چیز طبیعی است. اما همچنین یافت می‌شوند حیواناتی که خود را نه تنها برای هم نوعان یا اینکه فرزندان خود بلکه تماما برای حیوانات دیگر فدا می‌سازند به آنکه از آنها انتظار داشته باشند. آیا از این گفته‌های ما هم صحنه‌های دیده اید؟ با عرض سلام و درود بی‌پایان برای شما دوستان و برادران عزیز، در برنامه نوبتی برای شما صحنه‌های را نشان خواهیم داد که حیوانات تماما برای حیوانات دیگر شده خود را در خطر می‌گذارند و آنها را از مرگ نجات می‌دهند. پس تا آخر برنامه با ما همراه باشید و لایک ماندن و آبونه شدن را فراموش نسازید. فکر و اندیشه‌های خود را باشد می‌توانید که در کامنتار یا حتما برای ما نویسید. این سگ مهربان خود را به آب انداخت تا مرغابی را که در حال غرق شدن بود نجات دهد. سگ می‌توانست که این پرنده را خورد اما این کار را نکرد. پرنده گوشتخوار بر بالای خرگوش آمده به او در افتاد. آهو با دیدن این صحنه زود شتافت و به خرگوش برادرش یاری داد. او خرگوش را از چنگ پرنده نجات داده خودش به پرنده مشغول شد. روباه گرسنه به این مرغان طمع کرده منتظر فرصت مناسب بود تا چندی از آنها را شکار کند، تا که این سگ از وجود روباه آگاه گشته او را پیش کرد و پرندگان را از شر او نجات داد. این پرنده باشد در هوای خنک سگچه را با قناتش پوشاند تا خنک نخورد، گویا تخمهایش را می پوشانده باشد. چقدر صمیمی و مهربانانه. گویا سگها هم این صحنه را دیده باشند و نخواستند از پرندگان قرضدار مانند. به همین خاطر این نوبت چگونه که دیده ایستاده اید، یکی از سگها پرنده را بر زیر خود میگیرد تا خنک نخورد. با این راه آنها گویا قرضشان را به پرندگان ادا کردند. گویا این نوار ما مسابقه باشد بین سگها و پرنده ها تا معلوم شود که کدام مهربانتر هستند. در صحنه نوبتی سگچه را دیده ایستاده ایم که از مادرش دور مانده است. این پرنده باشد با او مادرانه مهربانی کرده با او بازی کرده ایستاده است تا دوری مادر را حس نکند. هوا بسیار خنک بود. این مرد باشد از آب ماهی شکار میکرد. سگی که از آنجا میگذشت دید که در ظرف ماهی قرار دارد که کوشش کرده ایستاده است خود را نجات دهد. دوستان عزیز، در این هوای خنک یافتن خوراک برای همه حیوانات مشکل می شود، حتی برای این سگ. و فرصت بسیار مناسب بود که او لقمه تیار را گرفته زود گریزد، اما این کار را نکرد، بلکه برعکس ماهی را به آب تله داد تا او را از مرگ نجات دهد و حتی با مرد مقابلیت نشان داد تا اینکه او ماهی را دوباره از آب شکار نکند. برمیگردیم به مسابقه مهربانی بین سگها و پرنده ها. سگ دید که این پرندگان در زیر برف در ماندند و خود را جنبانده نمیتوانند. اگر آنها به همین حال خود رها شوند زود است که بمیرند. سگ باشد آنها را به این حال خود نگذاشت و برف ها را از بالایشان دور ساخته آنها را از زیر برف برآورد. گربه به چاه افتیده از آنجا برآمده نتوانست. این میمون باشد خیلی کوشش کرد تا او را از چاه برآورد، اما در این کارش موفق نشد. به همین خاطر رفته صاحبخانه را برای کمک جیغ زد. صاحبخانه باشد گربه را از چاه نجات داد. باز هم مهربانی سگ نسبت ماهی. این سگ ماهی را به دهانش گرفته آورد و به حوض سر داد.